سلام و روز بخیر بیننده عزیز آزادی. روز سیر جمعه مبارک باشد. برنامه نوید بامدادی است و من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر با آخرین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان در خدمت شما خواهم بود. امروز 29 ینور است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها: محمود آدینایف به 14 سال زندان محکوم شد و پسرش را جریمه بستند. ترانسپرنسی اینترنشنال: تاجیکستان در رویخط کشورهای فساد زده میماند. دادگاه روسیه گفت نوالنی در حبس میماند و گروه از محبوسان را در آستانه نوروز به زندان نوساخت انتقال میدهند. شروع میکنیم از یک خبر فوری. دلیر شریپوف خبرنگار تاجیک را بعد 1 سال از زندان رها کردند. دلیر شریپوف که در گذشته در تلویزیون‌های دولتی سفینه و هفته‌نامه مستقل آزادگان و دیگر رسانه‌های مستقل کار و یا همکاری کرده است، روز 29 ینور از زندان ناحیه یاوان جواب دادند. دلیر شریپوف خبرنگار 32 ساله تاجیک روز 28 ینور امسال سال گذشته بازداشت شده بود. دادگاه ناحیه شاه منصور پایتخت روز 16 اپریل سال گذشته او را با گناه برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی 1 سال از آزادی محروم کرد. دادستان کلی تاجیکستان گفته بود خبرنگار از سال 2013 تا 2019 200 مطلب و مقاله نشر کرده است که دارای مضمون و محتوای اکستریمیستی هستند و با برانگیختن کینه عداوت دینی و مذهبی روانه شدند. خود دلیر گفته است که اتهامات اساس ندارند و قبل پدرش او در صحبت‌های اخیر تنها گفته است قسماً اشتباه کرد و در یک تحقیقش از کتاب اقتباس آورد که در تاجیکستان ممنوع است و اما معلوم نیست که این نکته را تحت چه شرایطی بیان کرده است. حامیان حقوق و آزادی بیان و همکاران سابقش گفتند دلیر شریپوف را مقامات برای دیگر اندیشه و انتقادهایش از سیاست‌های حکومت تاجیکستان به دادگاه کشیدند تا به این وسیله او را ساکت کنند و به دیگران هشدار بدهند. صحبت ما را با دلیر شریپوف دوام روز از سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. محمود آدینایف معاون بازداشت شده رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و یکی از فعالان شبکه‌های اجتماعی را به 14 سال زندان محکوم کردند. حکم دادگاه ناحیه رودکی در این باره روز 28 ینور صادر شد. دادرس محمود آدینایف را به اوباشی و دعوت برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیون گناهکار دانست، اما خود او حکم را نپذیرفت و در تالار مرافعه گفت خدا هست. پسرش حبیب الله رضایف را به پرداخت 58,000 سومان جریمه موظف کردند. او به اوباشی ایبدار شد ولی خودش از آغاز این اتهام را انکار کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش امرالدین عالموف. دادگاه ناحیه رودکی محمود آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و یکی از فعالان شبکه‌های اجتماعی را به 14 سال زندان محکوم کرد. دادرس سیکبیر جلیلزاده گفت اوباشی آدینایف طبق ماده 237 کودکس جنایی و با شاهدی 5 کارمند کمیسریت حربی حصار و 3 رئیس جماعت به اثبات رسید. محمود آدینایف در تالار دادگاه این عیبنامه را رد کرد. судя ҳамчунин дар асоси қисми 2 моддаи 307 ё даъвати оммавӣ барои бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионии тоҷикистон одинаевро гунаҳгор донист ва гуфт рӯзи 16 ноябр ӯ дар саҳифаи фейсбукиаш аксҳои созмонҳои дар тоҷикистон мамнӯи ҳизби наҳзати исломӣ, гурӯҳи 24 ва паймони миллии тоҷикистонро нашр карда ба тазоҳуроти ғайриқонунӣ даъват кардааст. محمود آدینایف این عیبنامه را نیز بی‌اساس دانست. نزدیکان او هم از حکم دادگاه ناراضگی کردند. همه فرزند ما بردن محکم کردن، این خیلی کار کردن. برای چی راضی باشم؟ برای چی؟ کدوم سبب خیلی میکنن؟ کدوم سبب خاطر گرفتن گوسود کردن فرزندای مرا همشه؟ با کدوم سبب؟ 14 سال دادن برای چی دادن؟ اوشا بردن محکم کردن برای چی دادن؟ برای چی خیلی نمیدونم من. رحمتالله زاهرов رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که در محاکمه حضور داشت گفت از حکم راضی نیست و به دادگاه عالی شکایت میبرد. یکمش همین است که ماده 307 اینجا وجود ندارد.
ما حرکت میکنم که اینجا همین چیز اثبات کردم و اینجا بسیار زیاد آوردن لازم نیست. اینا در سود عالی در مرافع سودی به واسطه تحلیل کرده میبینیم. در پرونده ماموراد ودینایف از روی اتهام اوباشی پسرش حبیبالله رضایفی 31 ساله نیز همراه بود. دادگاه او را به سپاریدن 58,000 سومانی محکوم کرد. او نیز میگوید گناه ندارد. من گفتم که من بخش کمیسر نمیشم. نه گفتم یکم باید کمیسر انا بخش برسه. اومدن طرزا اومدم درم خونه درمانم اویلم گیره کرده سر. کی چی گپه؟ گفتم همش خوبه. 58,000 من میگم من خونه مفروشم 58,000 نمیشوند. یک دینه کودکی گوارگی دارم در خونه. برای چی همه فرزانده مرا خیلی میکنن قطعی مردک؟ نه بچه من شما زنه. مقامات ودینایف را با آن متهم کردند که روز 29 اکتبر سال 2020 با همسر و پسرش در نزد کمیسریات حربی شهر حصار ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کرده نسبت به نمایندگان حاکمیت دولت تهدید، زورآوری و سخنهای قبیح را روا دیده است. در روز اعلان حکم اکثر خبرنگاران و چند از نزدیکان ودینایف به تالار مرافعه راه نیافتند. نمایندگان دادگاه گفتند در تالار جای خالی نیست، در حالی که شرکت کنندگان محاکمه این را رد کردند. آنها همچنین گفتند وضع ودینایف خوب نبود، میگفت شکنجه شده، ستون مهره‌اش آسیب دیده است، ولی کارمندان حفظ حقوق این گفته‌های او را رد میکنند. گزارش امرالدین عالموف بود. ضمناً دیروز ماموراد ودینایف در صحبت کوتاه با خبرنگار رادیوی آزادی گفت بعد از بازداشت او را شکنجه کردند و ستون مهرش آسیب دیده است. معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پیش از اعلان حکم در صحبت کوتاه با خبرنگار آزادی گفت که از او طلب کردند که به ضد رئیس حزب رحمت الله ظاهروف و چند از خبرنگاران شهادت بدهد. مقامات به این ادعا هنوز پاسخ ندادند. ودینایف میگوید چون این طلب را قبول نکرد. مخالفان بازداشت و اعلان اتهام به ضد ماموراد ودینایف و پسرانش را طرح‌ریزی شده مینامند و بیشتر به فعالیت‌های سیاسی و تنقیدهای پیوستش از کار حکومت ربط می‌دهند. در رده‌بندی نوی سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل که میزان فساد مالی را در کشورهای جهان چین می‌کند، تاجیکستان در جای 149م قرار گرفته است. گزارش روز 28 ژانویه چاپ شد. بنابر آن تاجیکستان از 100 بل یا امتیاز لازم 25 خال گرفته در مبارزه با فساد با موزامبیک و نیگریا، ماداگاسکار، کامرون و ایران در یک صف است. در تحقیقات به تاثیر فساد مالی به عملکردهای حکومت در دوره پاندمی کووید 19 اشاره کردند. در این شاخص نشان دهنده های کشورها با سرمایه گذاری آنها به بخش تندرستی و درجه ضعف معیارها و نهادهای دموکراتی مقایسه شده است. در سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال میگویند فساد نظام تندرستی را میشکافد و امکان میدهد در شرایط همهگیری کووید 19 به دموکراسی حمله شود. کشورهایی که در این شاخص نتیجه خوبتر دادند برای تندرستی بیشتر مبلغ گذاری کردند و برای فراگیری خدمات عمومی تندرستی با احتمال خیلی کمی نقص اصولها و نهادهای دموکراتی و حاکمیت قانون امکانی خوبتر دارند. دادگاه در مسکو حکم پیشینه الکسی ناوالنی پیشوای مخالفین روسیه را به تغییر گذاشت و او تا 15 فوریه امسال در بازداشتگاه میماند. دادرس موسایف روز 28 ژانویه گفت حکم دادگاه شهر خیمکی ولایت مسکو به تغییر میماند، اما شرح نداد که سبب این تصمیم چیست. ناوالنی در مرافعه توسط ویدیو از داخل بازداشتگاه اشتراک کرد و حبس خود را به قانونی نامید. او گفت به قانونی در روسیه یک چیز معمولی است. حبس من یک به قانونی نمایشکارانه است و هدفش ترس دادن من و هر کس دیگر است. دادرس‌ها غلام هستند، آنها میخواهند دهان شخصانه را به مثل من بندند، گفت ناوالنی. و خبرگزاری آزیا پلوس روز 28 ژانویه از قبل منصور جان عمرف رئیس نظام زندان‌های تاجیکستان گفت که یک ماه پیش از جشن نوروز گروه از زندانیان محبس رقم 1 شهر دوشنبه به محبس تازه ساخته شده انتقال می‌یابند. عمرف سردار ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان گفته است زندان نو در حدود شهر وحدت جایگیر بوده. با زندان نو محکوم شده ها از روی ماده تروریسم انتقال می‌یابند. او گفته است که ساختمان زندان انجام شده است. عین زمان به گفته عمرف مؤسسه نگهداری موقتی گمانبران یا سزا در جای پیشینه خود میماند. در زندان نو فعلا برای همه زندانی‌های محبس رقم 1 جای نیست. فعلا معلوم نیست که سزا هم از پایتخت کوچانده می شود یا نه، گفته است عمرف. بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی را در برابر سامانه برای امروز 29 ژانویه چنین تعیین کرده است.
بیننده های عزیز، برنامه نوید بامدادی بود که با تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. حتما نظر و پیشنهاد و سوال های خود را به ما نویسید. ما همه نوشته های شما را میخوانیم. برای دریافت خبر و گزارش های از این بیشتر، سامانه رادیوی آزادی و صفحه های ما را در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.